آقای خامنه‌ای سلام. شاید یادتون رفته ولی 30 سال پیش مردم ایران انقلاب کردن برای آزادی بیشتر نه کمتر. مردم ایران انقلاب کردن برای که دیگه بیزار بودن از یک دیکتاتوری که بالا سر باشه و بهشون بگه چه کار باید بکنن یا نکنن و نه صرفاً عوض کردن یک دیکتاتور با یک دیکتاتور دیگر. 30 سال پیش آقای خامنه‌ای وقتی ارتش شاه وارد دانشگاه تهران شد و 2 دانشجو رو کشت، امام خمینی این جمله رو داشتن: رژیمی که فرزندان خود را بکشد لیاقت رهبریت را دیگر ندارد. تکرار میکنم، رژیمی که فرزندان خود را بکشد دیگر لیاقت رهبریت را ندارد. امروز چه میبینیم آقای خامنه‌ای؟ چه میبینیم؟ پاسداران، بسیج، بواک همه با هم دارن فرزندان مملکت رو میکشن، تو خیابونها، تو خونه ها کتک میزنن، میترسونن، خفه میکنن، زندونی میکنن. این اسلام شماست؟ این اسلام شماست؟ در صورت این اسلام نیست، این مناورده شماست و شما باید این رفتارهای زشت را قطع بکنید. آقای خامنه‌ای خوب نیست واسهتون. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که انقلاب عزیز را به پایان برسونیم، به آزادی مطلق و تمام ملت ایران و دیگر نه رضا پهلوی، نه علی خامنه‌ای، نه محمود احمدی نژاد، نه هیچ کس بالا سر ملت ایران دیگه نشینه، برای اینکه این دیگه کافیه. واقعا اگه شوخی بوده، شوخی تا جایی رفته که دیگه ما به غرغرمون رسیده. فهمیدی آقای خامنه‌ای؟ چجوری بگم؟ تو باید بری.